سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من نادرم و توی این ویدیو میخوام 4 تا گیاه معرفی کنم که هیچ وقت سمتشون نری، چون جزء حساس ترین، نازک نارنجی ترین و شکماتیک ترین گیاهایی هستن که تو میتونی بخری و میخری و خرابشون میکنی و آخر سر میگه من هر گیاهی میخرم خراب میشه و دستم به گل نمیره. ولی خب من اینجام که بگم چه گلایی نخری. اولین گیاه یه گیاه بسیار بسیار خوشگله. البته من اینو ندارم به همون دلیلی که گفتم و عکسشو دارین اینجا میبینید. ببین هر چقدر که این گیاه خوشگل و نازنازیه، همون میزان حساس و لوسه، مثل آدما. البته برعکس فکر کنم، هر چقدر زشتر حساسیت و لوسیشون بیشتر. البته نمیخوام از بحث خارج بشم. چرا میگم کروتون خیلی لوس و حساسه؟ ببین، اول اینکه به جا به جایی حساسه، یعنی این گیاهو گرفتی هیچ وقت نباید جا به جاش کنیم. دوم اینکه به تغییر دما هم حساسه، یعنی دمای خونه باید همیشه براش منظم باشه. آبیاریش باید منظم باشه. رطوبت باید بالا باشه و نور خیلی زیادی هم میخواد. اگه میتونی اینا رو براش فراهم کنی، خب میتونی این گیاهو نگهداری کنی. ولی اگه این شرایط رو نداری، به نظر من اصلا سمتش نرو، چون احتمال زیاد خرابش میکنی. دومین گیاه، البته راجع به کروتون اینم بگم که وقتی یه ذره دمای خونم سرد بشه، قیافش شبیه درختای پاییزی میشه. همین درب و داغون. دومین گیاهیه که خب ما توی بچگی توی خونه‌های پدر و مادرمون از این گیاه زیاد دیدیم و خب قدیما زیاد بود، ولی الان من خودم هرچی گرفتم خراب کردم. برای همین این یکی هم ندارم. گیاهیه که همونقدر که اسمش مسخره و چرت و پرته، یعنی حسن یوسف، خودشم و نگهداریشم اینقدر چرت و پرت و مسخره است. حسن چه یوسفی؟ کدوم یوسف؟ اصلا شاید حسن یوسف بوده، نمیدونم. ولی این گیاه به آبیاری کم، به آبیاری زیاد حساسه، یعنی براش فاجعه است. و اینکه اگه نور کم باشه براش، خب برگاشو بیحال و بیجون میکنه. اگه نور زیاد باشه، خب برگاشو میسوزونه. واقعا نمیدونم باید چی کار کنین. تازه به کوددهی هم حساسه این گیاه. حسن یوسف کاملا مثل این بچه های نازک نارنجیه که باید همیشه هواشو داشته باشی. اگه یه ذره بهش کوتاهی کنی، میبینی که دستتو میذاره تو کوسگردو و خراب میشه. سومین گیاهی که میخوام معرفی کنم گیاهی نیست جز یوکا. ببین جنازه یکی الان تو دستمه. این جنازه یه موجود زنده است که اومدم اینجوری بگیرم، از تو گلدونم در اومد و گلدونم شکست. این جنازه‌ای که میبینی دسته گلیه که، یعنی شاخه گلیه که من به آب دادم. یه گیاه بسیار بسیار حساس. اگه یه ذره آبیاریش زیاد باشه، از تو داغون میشه و نور خیلی خیلی شدیدی میخواد. اگه یه ذره نورش کم باشه، اول برگاش شروع میکنه به زرد شدن و اگه یه ذره آبش زیاد باشه، این بلا سرش میاد، یعنی از داخل میگنده. و یه بدیه دیگه داره، اینه که ریشه های این گیاه سریعا میپوسن و خب خیلی سخت نگهداریش، مگر اینکه دیگه خیلی تو شانس داشته باشی. یوکا مثل آدمای مغرور میونه. اگه بهش کم توجهی کنی، شاید ظاهرش رو حفظ کنه، ولی از درون داغون میشه. گیاه بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم که باز نرید سمتش، گیاه نیست جز سلطان بنجامین. فیکوس بنجامین یک گیاه پرطرفداره که احتمالاً همتون اونو یکی دو بار شاید خراب کرده باشین و دلیلشو ندونین. گیاهیه که به جایی بسیار بسیار حساسه. یعنی اگه بنجامینو خریدی، سیل اومد، زلزله اومد، نمیدونم موشک زدن وسط خونتون، اینو جابجا نکنی یا نذاری جابجا بشه. همونجوری اینجوری بگیرینش. به پرنوری
کم نوری، کم آبی، پر آبی، هوای سرد، هوای گرم، خلاصه به همه چی حساسه. اگه یه مدت بهش کم توجهی کنید دیگه هیچی دیگه، باید فاتحه‌شو بخونی یا تمام برگاشو میریزه. میگه وای برگام. ببینین گیاهایی که بهت گفتم خب برای تازه کارا اصلا مناسب نیست، ولی اگه حرفه‌ای هستی خب دمت گرم. ببین خودم هیچ کدوم از اینا رو ندارم، چون که اصلا دوست ندارم گیاهی که حالا یه ذره بهش نرسم خراب بشه. ولی اگه از این ویدیو خوشت اومد، چون که من دومین ویدیویی هستش که اینجا میگیرم، اگه دوست داری میتونی با سابسکرایب کردن و لایک کردن به هم انرژی بدی که من این کار رو ادامه بدم، مگر نه خب شاید ناامید بشم و دیگه ادامه ندم. و اینکه اگه میخوای بدونی که چه گیاهی رو نگهداری کنی، کافی کامنت بهم بذاری بگی چه گیاهی رو بخرم، چه گیاهایی رو بیشتر نخرم، یا اگه موضوعی ذهنتو مشغول کرده کامنت کن تا برات ویدیوشو به زودی بسازم. این اولین ویدیویی هستش که با این دکور براتون آماده کردم و خب کم کم پیشرفت میکنیم. کافیه که شما از من حمایت کنی. هر سوالی داری میتونی توی کامنت ها ازم بپرسی. دمتون گرم.